بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم. امیده که تمامشون جور سلامت باشین در هر جایی هستین. از اینکه عبدالله تیوی شما برای دیدن انتخاب کردین یک جهان تشکر. امروز آمدیم در خانه زهره. کسایی که بیننده از بوده شاید ویدیوی قبلی از ایران دیده که 1002 پای خسته معیوب است. نیازمندی کمک است تا میاردو پای زیلات شونه. مادرم زنا خواهش داره از شما که اینا را کمک کن، زهره را کمک کن تا اینا علاج شونه دو پایش. مادر این مشکل از شما چی است که شما مرا خواستین؟ مشکل از ما برای نمیکنیم دختر مکست آرد پایش نمیکنه را رفتن نمیتونه. ما از قوم مادر خواست کمک کردیم که نمی کمک کنه تا که ما میره بیتن دکتر برم جور شونه. این پایه از این چقدر دیر مشکلی داشته؟ ایر ما در یک سالگی فهمیدم که پای از این میره قبل در یک سالگی فهمیدم. من از یک سالگی تا یعنی 5 سالش ده که ما قد از این زدن کندن راییم که جور شونه. ولی هر جایی که واسطاشتم هر چقدر واسطاشتم خودم بردم دکتر یعنی که واسط ندارم رویگاه طرف قوم کردیم که قوم امیر کمک کنه تا ما امیر پایه چی مشکل داره؟ استاد چه دارم تنها را رفتن از دو پای مشکل داره یک پای آردویشیه. بدیم دختر گپ میزدیم که چی مشکل داره چی مشکل نداره. خودشم الحمدلله هست اینی خدا شکر که گپ زده میتونه. صرف من پایش که مشکل داره درباره پایش ان شاء الله شاید خودشم خدا گپ بگه. نامشم چی است؟ زهره. زهره. کم بلند گپ بگی. خب زهره دی خوب هستی؟ جان تو جوره؟ بخیری؟ خوش شکر. تو چیز مشکل داره؟ ما بلند گپ بگی. خب از باره پایای خب مسکسته از این زانو تا این رقم ششته میتونم. از زانو تا این رقم ششته میتونی یا؟ خب از مردم چیز خواهش داری؟ مردم کمک کنه؟ مردم کمک کنه تا بخوای تو تا دکتر ببری دکتر دوایی بیدی پایایت خوب شه. خب بلند بگی بگیان. آفرین. کتک شدی بخوای چیز میخوای جور شوی؟ پلیس؟ آفرین بخیر. بس اسکول رفته خوش داره؟ خب اسکول مری؟ آفرین ماشاءالله. خب ما یگون بینگنین اینقدر طفلی قوم ما و شما گستم و افتخار منیم که از این فقط همی است که ما کلان شم یک چیز جور شم. دی خواهش از این است که ما کتاشم بخیر اسکول برم بس بعد از بخیر ما پلیس جور شم. آفرین آفرین. باردو پایای تیزر بلش استشته نمیتونی؟ آفرین. اینا اصلا ما اشتر کم استقنم همی اینا قومای گل این سایب جن این دکتر قوم ما و شما گسته بنزین مشکل گرفتار هستن دیگه ما امیر شما نشان داد نیستم که این مشکل داره دیگه مشکل ازی که ما کم گرفتم زیادت دستایش خوب بادم شکر خدا خوب هسته دیگه این پایایش کسته مینگرین شما یعنی این پایایشی اینی پایایش کسته اینا انتکاج کردسته خوش کسته اینا باید از زیر ورزش کسته جور شود. دیگه پدر ازی مادر ازی از شما میخواهیش کده که امیره کمک کن تا که اینا ایره علاج کنه خوب شود. اینه گویل نخل میدیا این پایای تو بلش استشته نمیتونی؟ خب صحیح هسته. چند ساله هسته؟ 5 ساله ای؟ خب ولی دیت گوری بیارم خوش داره؟ ها؟ گوری بازی خوش داره؟ خب صحیح. اسکول رفته خوش داره؟ خب حساب یاد گرفته؟ چند حساب یاد گرفته؟ 2 3 4 5 6 7 12 13 4 3. آفرین ماشاءالله. نام خود زهره گفتی؟ آفرین زهره. یعنی بخیر از قانون نگوز خودتم از زبان خود خواهش کمک کنه که تو کمک کنه و باید تو علاج کنه خوب شه. بگی قانون رو بگی مرا کمک کن. بگی من کمک کن که ما خود علاج کنم. ما خود علاج کنم. پایای ما خوب شه. پای ما خوب شه. شما دعا منم. امروز ما آمدیم در خانه امروز زهره. یکی از جوان قوم سویدن که 16,000 روپیه برای امروز برای علاج کمک کرده بود. همی پیسه را آوردم دیگه اینا از شما بازم نیازمند بازم خواهانی کمک است تا می زهره علاج شما. همی را آوردم تا بلدی مادر چی تحویل بدیم. زهره بس دو بیدی خواهی نیره 1,000 2,000 3,000 4,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16. مادر زهره اینی 16000 روپیه یک نفر سویدن بلدیت رای گده که پای خریلا چی خو؟ صحیحه؟ این حال بیده دعا بیده من خدا خیر کنین خدا تمام راهشون تا خودشون برسن تا خدا قدش ما کمک کنن ها دیگه چیز خواهیده بازم کمک میخوایی که مردم کمک کنه باز پایت جور شن؟ ها یه مادر زهره شما چی دعا داد نینی بنده خدا را؟ خدا هم بیرار مکده قدم از دختر ما کمک کرده خدا قد از خودش کمک کنه خدا بسیار بده خدا نگاه کنه عمر سال طولانی برایش بده جور بشی خواه سلامت بشین خمای محترم همی بود برنامه از بون خداحافظ الله مددگار شما